در ناحیه وسیع موسم کشتی پخت آغاز گردید. کشاورزان دهاتی به نام ابی‌آوازف در ناحیه نخستین شده بعد شدگاری خوشصفت و تخت و هموار نمودن زمین با کشتی پنبه‌دانه شروع کردند. در خواجگی دهقانی به نام بابای زردک در این موسم از تخمی چگیت وطنی ایرام استفاده نمودند. این خواجگی در ساحه پختکاری تجربه کلان دارد. جفت کردیم، جفتی ترامایی را کردیم. اینا بهار شده است، با اینا سر کردیم. اینا کشتی شنوندن پختره. اینا هزار و شکر اینا 2 گیتار اینا هوزی انشالله با امر خدا اینا بود میکنیم. بود 2 گیتار یا شایسته اوشان بود میکنیم. خراجات اینا ما جفت کردم زمینا 280 سوم جفت شد 1 گیتار. یا جفت کردیم یا اینا 4 گیتار اینا 5 گیتار دارم خودم. اینا 1 گیتارش گندمه 4 گیتارش پخته های نبود صبح اینا 280 سومی اینا گیتارش دار. گیتارش 280 سومی اینا چی میکنیم؟ جفت میکنیم و کلتیواسیون میکنیم. اینا میچوشیم پخته را. طبق دورنما کشاورزان دهاتی به نام ابی‌آوازف امسال در میدان 1300 گکتار پنبه‌دانه کشت می‌نمایند. در این دوره پرمحصول متخصصان ریاست کشاورزی ناحیه هم پهلوی دهقانان بوده در این سمت به آنها مصلحت‌های مفید می‌دهند. امسال کشاورزان ناحیه موافق دورنما در میدان 7590 گکتار کشتی پخته بگذارند. علاقه ما امروز در ناحیه وسیع کشتی پخته آغاز گردید. در جماعت دهاتی ابی‌آوازف چهلی که شما دیده استادین در خواجگی دهقانی بابای زردک کشتی پخته آغاز گردید که از اولین ها شده در ناحیه کشتی پخته را آغاز نمودن و از بود هوای مساعد استفاده برده. از روزهای خوبی آفتابی بهار استفاده برده. ما نیت داریم که کشتی پخته را در مهلت خوبی اگرotechniکی به انجام رسانیم. البته ذخیره چگیتی تخمی و تکنیک و تخم پوشاکو در ناحیه 100% میرسد و نیت داریم که در مهلت خوبی اگرotechniکی کشت را به انجام رسانیم. در ناحیه وسیع طبق دورنما امسال خواجگی‌های پختکاری ناحیه در میدان 7590 گکتار پخته کشت نموده. هر یک روزی آفتابی فصل بهار و غنیمت شمرده کوشش دارند نقشه پیشنهاد نموده کشت پنبه‌دانه را سری وقت تامین نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه وسیع برای برنامه اطلاعاتی نوید.